همیشه خواب در ریل استیت وجود داره، ولی در دراز مدت استفاده و افزایش قیمت رو خواهد داشت. کسایی در ریل استیت میتونن همیشه بنفیت و سود داشته باشن، در زمان مناسب خریداری کنن و تحمل بالا پایین بودن مارکت و این موجی که در مارکت هست بتونن داشته باشن. ویژن حجت هستم با تلفن 310 90 874 در جنوب کالیفرنیا، ریلتور، و گزارش این هفته رو خدمتتون ارائه میدیم. جمعه دیگر در خدمتتون هستیم. سعی می‌کنیم از مسائل مارکت استفاده کنیم، لیستینگ هایی که داریم و خبرهای ریل استیت. همونجوری که در جریان هستیم، با توجه که اینترست ریت ها شرط قبلی خودش رو حفظ کرده، متاسفانه البته زیاد بالا نیست، ولی به هر صورت باعث شده که و در این حال مسئله تعرفه ها یه رکودی در ریل استیت به وجود اومده. نتیجتا این شرایط مناسبی رو برای دوستان عزیزی که در فکر خرید هستن به وجود آورده که میتونن با توجه که مارکتی الان یه خورده اسلو شده، پراپرتی مناسب تری پیدا کنن، قیمت های خوب بتونن نگوشیت کنن و مثل قبل مولتیپل آفر نباشه. ما برای بایر هامون سعی میکنیم در مناطق مختلف بگردیم و چیزهای آفت مارکت براشون پیدا کنیم که قیمت های مناسب داشته باشه. ولی اینو در نظر داشته باشین که ما کاهش زیاد قیمت ها رو فکر نمی کنم داشته باشیم و در این حال پراپرتی که مناسبتون بود و با توجه به شرایطتون اوکی بود، اگر شما فرست تایم بایر هستین به اصطلاح هزیتیت نکنین و درنگ نکنین اگه شرایط پیمنتتون و شرایطتون اوکی هست. من و تیمم که خودم کار ریل استیت انجام میدم، خرید و فروش، دوستان عزیزم که با من کار میکنن، دایرکت لندرایی که هستن، کار وام، دوستان عزیزی که ساخت و ساز انجام میدن، مهندسی با ما کار میکنن، تمام مسائل مربوط به ریل استیت رو زیر یک سقف جمع کردیم که دوستان عزیز برای یک ترانزکشن مجبور نشن جاهای مختلف مراجعه کنن. هر سالی داشتین در خدمتون هستیم در 4 دفتر در لس آنجلس و هومه، دفتر مرکزی شرمن اوکس، برنتفورد، کالاباسس و ولنسیا. چندین لیستینگ خوب داریم آفت مارکت. دوستان عزیزی که در هالیوود نزدیک دانتون جای بسیار خوب و با ویو دنبالش میگردن، پراپرتی داریم که ارزشیابی بانک و اپریزر $2,400,000 میتونیم ما براتون بگیریم $1,999,000. پراپرتی دیگه داریم در بلر، ارزشیابی بانک $3,000,000 میتونیم بگیریم $2,599,000. دوستان عزیزی که نمیخوان وام بگیرن و میخوان وام خونه رو نگه دارن، به اصطلاح ترانسفرش کنن، وامو دام پیمنت رو پرداخت کنن، یه پراپرتی داریم در انسینو به مبلغ $1,300,000. با $400,000 میتونید پراپرتی رو بخرین و وامش رو نگه دارین. پراپرتی دیگه داریم در وودلند هیلز که میتونین یک یونیت دیگه بهش اضافه کنین، حالا چه برای اینوست چه برای که خودتون زندگی کنین و ازش بتونین اینکام داشته باشین، به مبلغ $869,000. پراپرتی ما در لس آنجلس کاندو از $500,000 و به بالا تا و پراپرتی های به اصطلاح سینگل فامیلی از $850,000 به بالا تا $4,000,000. بیشتر از این خواستین خب براتون پیدا میکنیم، کمتر از این متاسفانه یه خورده سخته، ولی به هر صورت میتونیم پراپرتی آفت مارکت براتون پیدا کنیم. همونجوری خدمتتون عرض کردم اینترست ریت حالت قبلیشو داره تقریبا، ولی پروگرامای دوستان عزیز لندر من ارائه میدن که شما میتونید بایدان کنین، اینترست ریت رو پایین بیارین و زمانی که اینترست ریت اومد پایین ریفایننسش کنین. نتیجتا الان میتونید با قیمت‌های خوب پراپرتی رو بخرید و با توجه که اینترست ریتش بیاد پایین میتونین ریفایننس کنین. نتیجتا قیمت خوب میخرین و در این حال ریت رو بیارین پایین. همونجوری که خدمتتون عرض کردم خواب در ریل استیت وجود داره، یعنی این موج‌هایی که در ریل استیت هست کسایی که بتونن تحمل کنن ولی در دراز مدت به بالا میره و میتونن استفاده کنین. شما پراپرتی رو امروز میخرین، مطمئن باشین پراپرتی اگه خوب امروز بخرین 2 سال دیگه تقریبا بین 10 تا 15% افزایش قیمت داریم. در دراز مدت اینو ما داریم و به دوستان ارائه میدیم. اگر فرست تایم بایر هستین از این مارکت استفاده کنین، اگر اینوستور هستین و میخرین و اجاره میدین پراپرتیایی که احتیاج به کار داره این کار انجام بدین، پراپرتی که تبدیل به 2 تا 3 تا یونیت میشه. اگر دنبال فلیپ میگردین پراپرتیایی که بخرین که بتونین ادیشن کنین، اضافه کنین و در این حال
اگر به دنبال این هستین که دام پیمنتتون بین 20 تا 30% توی پراپرتی میذارید و میخواین این پراپرتی بهتون کش فلو بده، باید سیستمی داشته باشین که اون مبلغ مورگیجتون رو از رنتتون درگیریم. ما یه سری پروگرام‌های Airbnb هم داریم که میتونیم انجام بدیم. ویژن حجت 310 90 874. آخر هفته خوبی داشته باشین.